چی؟ معلم مربی است و همیشه قابل احترام است. مردم ایمان بازخوش هستند، در این سعی نمیکنه که دین جایز میگه یا نه. ما در کلی سالهای خود فقط 2 روزی خوشی داریم و روزی خوشی تو روزی نیست، و روزی است که فریضه بزرگ الله را در تکمیل، در پای تکمیل رساندی. در یکیش روزه را، در دیگهش حجه که جشن میگیری. این دیگر روزا، این کدام روز است؟ کدام عبادتی الله را انجام داده که تجلیل میکنی؟ عجیب است. الله رحم بکنه. نؤمن ببعض و نکفر ببعض. حقیقت ایمان است که مکمل تسلیم باشی. اگر موافق طبیعتی تست، خواهشی تست، اگر مخالف است، موافق قومی تست یا مخالف قومی تست. نه 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 نه. حقیقت ایمان تسلیم شدن مکمل است. اینطور شده نمیتونه. آن چیزی که موافق نظری تست، بله علی رأس و العین، که مخالف شد باز دیگه او طرف می. بدعت‌ها را ایجاد کرده کلشان. در مورد داری ها هم هیچ مرسان کسی نمیکنه. اگر مخالفت اعلان میکنی باز دیگه باز میبینی. کلی ازی تنگ نظری، تعصب، جاهلیت، نعوذ بالله، ضد و عناد سبب اینمی بدبختی ها میشه. یهود تنگ نظر بودن. موسی علیه السلام هم پیغمبر است، عیسی علیه السلام هم. مردوش از یک جانب آمده، الله متعال روان کرده. هر دو کتاب از جانب الله آمده، یکیش میپذیره دیگیش نمیپذیره. این تعصب جاهلی چی درس بر ما میده؟ قرآن چی برای ما؟ مذمت یهود بیان میکنه به خاطر که تفریق آوردن در بین کی؟ کتاب الله. تفریق آوردن در بین هر دو پیغمبر الله، یکیش میپذیره دیگه‌ش نمیپذیره. تفریق آوردن در بین حکم الله. اگر تو مسلمان تفریق میاری در بین 2 حدیث پیغمبر، 2 سنت پیغمبر، یکیش تمام عمر فرض دانسته، دیگه‌ش لعنت میگی. مرتکب از او کسی که عمل انجام میده از مسجد میکشه. اگر الله مذمت یهود بیان میکنه، تو مورد مذمت قرار نمیگی. هر دویش عملی کیست؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم. چطور؟ خود میگی 4 مذهب حق است، لیکن گپ منافقانه میزنی، در زبان میگی، اما در عمل شخص دیگر در مسجد لط میکنی. امو آدم شافی مسلک، امو آدم مالکی مسلک، امو آدم حنبلی مسلک. حتی تو حق انتقاد و اعتراض نداری. نظریه شخصی است. دین پذیرفتن نظریه شخصی است. کسی را مجبورم نمیتونی. چرا برش میگی؟ منافق نیستی، کیستی دیگه؟ منافق کی را میگه؟ اونجا میگه حق است، اونجا در مقابلش خیستی. ما آیات قرآن در خود هیچ نمیبالیم که این آیات قرآن چی میگه، برای کی میگه. آن چیزی که مناسب است بله خوش داریم، که فقط مخالف نظر ما بود. رشد فدای ما خوب این موضوع را از یهود قدم پیش تیر کرده. مفتیای بزرگ گشته کافر برات میگه، به عمل پیغمبر تو را کافر میگه. چی میگه؟ شما باور به الله بکنی که همی گپ میزنه، میگه که همی گپ قرآن و حدیث هم باشه ما قبول نداریم. نمیگه کسی که کلمه را بگوید کافر است، زنش سرش طلاق است. چرا که فرض کرد که گپ قرآن و حدیث باشه ما نمیپذیریم. نگفته؟ دمی شما مجلس همی مردم میگه. یهود ملامت میکنیم که وا تبعیض قائل بودن در بین پیغمبرای الله، در بین احکام الله، در بین کتابای الله. امروز اگر در بین کتابا اگر فقه را عالم حنفی جور کرده، مسئله را عالم حنفی گفته میپذیرم، عالم شافعی گفته نمیپذیرم، عالم حنبلی گفته نمیپذیرم، عالم مالکی گفته نمیپذیرم. چرا از این میپذیری نمیپذیری؟ به خاطر چی؟ فقه خدا میپذیری. چرا؟ اگر دلیل داره از او هم دلیل داره بپذیر دیگه. چی گپ است؟ تعصب نکو، ضد نکو. هر کسی که یک موضوع مسئله را به بنیاد با استناد قرآن و حدیث میگه بس رو چشم بپذیر. چرا؟ یکیش بپذیر دیگه. کدام سند داری که از این را بپذیر از اون را نپذیر؟ بگو. مردم ما را بلا فتنه را انداخته. فتنه را نه. ما مردم هم میفهمانیم که دین برای ما چی توصیه میکنه. دین برای ما این تعصب نآورده که یک مذهب حنفی و قول امام ابو حنیفه رحمه الله را بپذیر دیگه. نه کاش که کلش قول امام ابو حنیفه رحمه الله باشه. تو دمی فقه یا قولی مستند از امام ابو حنیفه رحمه الله تیر کو برای ما که خودش مستند یا قول کرده باشه. تو خو آرای یک ملای قرن 12 را سری مردم تحمیل میکنی، از او را میپذیری. در کجاست؟ پیدا کو. امی عنعنات، امی بدعتای که حالی میشه از قول امام ابو حنیفه کشیده میتون. امام ابو حنیفه می ختمه را جایز میدانست؟ تو سری امامت پیسه میگیری جایز میدانست؟ امام ابو حنیفه بگو برام این قبره را گنبد جور کرده امام ابو حنیفه را جایز دانسته؟
عجیب است. نکنی تعصب نکنی، ضد نکنی. دین است، دلیل هر کس کی داره بس سر و چشم میپذیریم. نکنیم خود صفت یهود برای خود ثابت نکنیم، نعوذ بالله. و یریدون اراده دارن ان یفرقوا که تفریق بیارن، جدایی بیارن بین الله و رسوله، در بین الله و رسول پیغمبران الله، یعنی به اعتبار ایمان در بین الله و پیغمبران الله فرق میارن. ما الله را قبول داریم اما رسولایی که روان کرده او را قبول نداریم. قبول کردن الله چی مفهوم داره خیر؟ وقتی که رسول روان کرده او را قبول نداری، الله را قبول نداری. امکان داره که دعوا بکنی الله را قبول دارم باز رسولش قبول ندارم. تو را قبول دارم لیکن که مرا بگوی که اینی کارا بکن قبول ندارم. خب نداری قبول. و یقولون میگوین نؤمن ببعض، ما ایمان داریم به بعضی و نکفر ببعض، ما انکار میکنیم به بعضی پیغمبران را قبول داریم. موسی علیه السلام انکار میکنیم از بعضی. عیسی علیه السلام و محمد رسول الله را قبول نداریم. چرا؟ به خاطر که وا در قوم ما نیست، به خاطر از اینکه وا مطابق ما نآمده. انجیل بعضی گپای تورات اصلاح کرده، کدام حرمتایی که یا از جان خود تحریف کرده بوده تورات او را واضح کرد که اینی تحریف است، در اصل تورات وجود نداره. نه، ما این را قبول نداریم. خب و یریدون اراده داره یتخذوا که جور کنه بین ذالک، در بین این سبیلا را در بین کفر و اسلام را جور کنه. در بین کفر و اسلام را نیست، یا کافر است یا مسلمان. اولئک هم الکافرون حقا، این مردم واقعا کافر است. و اعتدنا للکافرین عذابا مهینا، ما برای کفار عذابی سبک کننده رسوا کننده را تیار کردیم. والذین آمنوا بالله و رسوله، کسانی که ایمان آورده به الله متعال مکمل و رسولی بالای پیغمبران الله متعال، ولم یفرقوا جدایی نآورده بین احد منهم، در بین هیچ کدام از پیغمبر. هر کدام از جانب الله میدانه، حق میدانه، چرا که تاییدش توسط معجزات شده، از جانب الله میدانه. اولئک ای مردم ها سوف یؤتیهم، زود است که الله برشان بده اجورهم پاداشایشان. و کان الله، هست الله متعال غفورا، بسیار مهربان ذات، گناههای سابقه را، خطاهای سابقه را میبخشه. رحیم و رحم کننده است که ثواب دوچند بری هر کس میده اگر عمل نیک انجام میده. فرق مومن و چرا مومن به الله خود تسلیم کرده. وقتی که الله تسلیم شدی، الله کی کسی را رسول کرده، رسول میپذیرم، الله گفته. دلم قبول داره ندارم، من به الله تسلیم هستم، الله گفته. بس اینی ایمان حقیقی است. همین آیت قرآن کریم یک دفعه در خود بیاریم. وقتی تسلیم به اسلام میشی، به کتاب الله و سنت رسول الله میشی، هر حکم که هر عالم از کتاب الله و سنت رسول الله میگه بس رو چشم بپذیر دیگه، از جانب الله پذیرفتی. نه اگر امی حکمی که از قرآن و حدیث است، اگر از دهن مبارک امام ابو حنیفه رحمه الله برای از شاگردایش از قرن 15 هم که یک نفر خدا در دنبالش حنفی نوشته کنه، از دهن از او برای میپذیرم. اما اگر امی گپی قرآن حدیث از یک شخصی که خدا منصوب به حنبلیت کنه، مالکیت کنه، یا بگوید دیگه شافعیت کنه، یا هیچ نکنه، سلفی باشه، خلاص حالی چی میکنه؟ او را نمیپذیرم. چرا؟ میگیم که حدیث است، خدا مذهب ایمان است. میگیم حدیث است، خدا مذهب. از این دهن برای باز میپذیرم، از این دهن تا کی دهن نباشه نمیپذیرم. خیر، الله مذمت یهود چرا بیان میکنه؟ مذمت ما تو را بیان نکنه؟ امروز کدام طرف ملت روان است؟ باز یا ما را میگه میگه فتنه انگیزی میکنن، تفرقه میکنن. شما اسلام گرفتی پارچه پارچه کردی. امام ابو حنیفه رحمه الله اسلام پارچه نکرده، او خود چیغ میزنه رای ما قرآن و حدیث است. امام مالک چیغ میزنه، امام شافعی چیغ میزنه، امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیهم کلشان چیغ میزنه رای ما کیست؟ کتاب الله و سنت رسول الله. شما گرفتی پارچه پارچه. یک اسلام بود 4 شاخ جور کرده شد، 4 طایفه. یکی دیگه خودم فتوای کفر هم میدی، حدیثای موضوعی هم یکی در ضد دیگه جور کرده. کتابایتان پر نیست؟ نگفتی همینطور؟ مرا ملامت میکنی به تفریقه بازی خدا؟ نه، اصل تفریقه را که تو ایجاد کردی. نه، اما مرا میگی که تو تفریقه مندازی. ما میگیم نه، یک دین است. چند دین است؟ یک دین است، یک منهج و یک راه پیغمبر صلی الله علیه وسلم موجود است. که یا عناد و ضد دارن، تنگ نظر هستن، عالی
خوب میبینه حقانیت دین پیغمبر صلی الله علیه وسلم. هم اهل کتاب در کتابایشان صفت پیغمبر صلی الله علیه وسلم ذکر است، حقانیت دین برش واضح است، لیکن چون تنگ نظر هستند، ضد و عناد داره، مشکل تراشی میکنن. چی میگن؟ به پیغمبر میگن اینطور یک کتاب بیار، یک سند بیار که تو را بگه که تو پیغمبر هستی. یک دفعه یک کتاب بیار. یا چیست؟ یسألک اهل الکتاب، است تو سوال میکنه اهل کتاب پیغمبر علیه السلام، ان تنزل علیهم کتابا، که تو بیاری پایین بیاری بالایشان کتابا، یک کتابی را من السماء، از طرف آسمان، سندی نبوتی تا از آسمان امضا کده بیار. پیغمبر علیه السلام تسلی میده الله متعال که از این اعتراضات و انتقاداتی از یا مشکل تراشی از یا تو خفه نشوی. چرا؟ این مردم امی عادت و خاصیتش است. پیغمبر خود امور که قبول داره، امور هم آرام نمانده، از تو کده سختتر سوال کرده. فقط سألو موسی اکبر من ذلک، یقینا درخواست کرده بودن از موسی علیه السلام بسیار بزرگ از این سواله. چه رقم بزرگ بود؟ فقالو گفتن ارین الله جهرتا، بر ما نشان بده الله را آشکارا. الله میگه فاخذتهم الصاعقه، تو گرفتی را صاعقه بظلمهم، به سبب ظلمشان تجاوز کردن از حد. ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات، پس از او گرفتن جور کردن گوساله را پس از اینکه آمده بود برشان دلایل واضح، برای از اینکه فرق در بین حق و باطل، معبودی واقعی معبودی غیر واقعی میشد. فعفونا عن ذلك، ما عفو کردیم از یام یا را پس زنده ساختیم. و آتینا موسی سلطانا مبینا، ما داده بودیم به موسی علیه السلام سلطانا، حجت، غلبه، رعب، مبینا، آشکارا. از موسی علیه السلام از این که کلانتر سوال کرد. چرا؟ این بدبختان نعوذ بالله به الله حد قائل است، جسم قائل است، فکر میکنن که الله محدود است به حد، از او خاطر بر ما در یک جای نشان داده شود، نشان داده شود. به موسی علیه السلام میگه، موسی علیه السلام وقتی تورات آورد احکام که خواندن، گفتی احکام خیلی سخت و دشوار است. نه این احکام الله نگفته، تو از جان خود جور کرده. موسی علیه السلام به نمایندگی کل قوم نفرا را انتخاب کرد، 70 نفره برد در کوه طور. اونجا که رفت الله متعال کلام امروی موسی علیه السلام کرد، کلام الله را یا شنیدن، باز گفتن ما چی خبر کی الله باشه. الله این بیادبی و گستاخی اهل کتاب است. پیغمبر علیه السلام میگه از این طور مردم ها اینطور گله نداشته باش که چرا این سوالا را از ما میکنه که سند نبوت از بالا امضا شده برای ما بیار. و موسی علیه السلام از این که در بالاتر سوال کرده بودن. اصلی گپ در اینجا نیست که یا واقعا پشت حق میدوند، در جستجوی حق هستن، از تو سند میخواه. منظوری از یا حق طلبی نیست، منظوری از یا مشکل تراشی است. تو را در یک موقع قرار میده که تو غمگین شوی، خفه شوی. اون باز چی میگن؟ باز آوازه را پخش میکنه که ما چیزی را طلب کردیم پیغمبر نآورد، از اون خاطر ما نمیپذیریم. هو به هوی موضوع فعلا روان است. ورقات در دستتان بعضی اوقات افتاده یا نه افتاده، یک ورق میکشن. ما مناظره کردیم، فلانی را دعوت دادیم به مناظره، لیکن حاضر نشد. نامی مرا نوشته میکنن مولانما، یک مولانمای متوکله فلانی را مولی عبدالحسیبه دعوت دادیم، حاضر نشدن. تو پشتی حق میگردی، راستی تا بگو. مناظره خو وقتی میشه، مناظره چی را میگن؟ هر دو جانب دلایل خود ارائه کنه، هر کدام نظر کنه در دلیل جانب دیگر، هر کدام که حق بود برش تسلیم شد. این را مناظره میگن. او تو خود برای من اعلان کردی که آسمان زمین بگرده، زمین آسمان، من از مسلک خود نمیگردم. این خود مجادله است، مناظره نیست. تو بدبخت همیخ علم نداری که مناظره و مجادله را فرق بتونی، مرا در مجادله میکشونی و میگی که در مناظره دعوت داده. مناظره خیره نمیگه. تو مناظره را نشناختی، مرا در مجادله دعوت داده. او مجادله چی رقم؟ سری چی، کدام موضوع، چی قسم بحث کنیم؟ ما فهمیدیم، اول نمیفهمیدیم. خوب از او خاطر آماده میشیدیم، هر جایی که میگفت شوار صبح کردیم، سری تواصل، سری دعا به حیات اجتماعی، سری گپا. پس آن فهمیدیم که نه، اینی جار و جنجال و بحث هیچ فایده نداره، ما را از کار میکشه. یکی. دوم، چرا در این موضوعات قطعی جنجال داری؟ ایلی اسقاط میکنه نمیکنه، بکنه. یا برا مردی خدا 1000 دفعه قرآن دور بده، ما چی کنیم؟
این دعا به حیات اجتماعی میکنه بکنه، از قبرها طلب میکنه طواف میکنه بکنه، ما را چی؟ چی قطعش نزاع داریم؟ برو بکنه. اگر بعد بحث و مناظره میشینه، اول از عقیده از بیخ شروع میکنیم. یک دفعه یا ثابت شود که مؤمن هستن، عقیده قرآن و حدیث داره یا نداره، بود از باز مسائل دیگر آدم قطعش بیش ببره. اول بحث از اینجا شروع شد. یکی او بحث همینطور نباشه که در خانگاه بشینیم خیر و خلاص. بحث که میشه کلی رسانه ها خبر ما کمل کامره ها بیاید، سند امضا شود، خب علمای برجسته ثالث مقرر شود، موقع داده شود، دلیل گفته شود که لا اقل یا اول ثابت کنه که یا حنفی هستن یا نه. واقعا مذهب احناف قبول داره یا نه؟ امی علمای احناف همیار را تایید میکنه یا نه؟ کتابای احناف را تایید میکنه که حنفی یا نه، که یا یک مسلک علیحده غیر از احناف است. امام ابو حنیفه پیری خود قیوم زمان میگفت، امام ابو حنیفه رحمه الله سجده را روا برای پیری خود میدانست. امام ابو حنیفه این ذکر کرده که پیری خود در نظر گرفته باشه. عقیده امام ابو حنیفه رحمه الله یک دفعه خوانده شود، اون شرح عقیده الطحاویه را امام طحاوی عالم حنفی از متقدمین است. عقیده از او کل علما در جای درس میگه، لیکن در افغانستان نیست. در افغانستان چی درس میشه؟ در پاکستان افغانستان در مدارس چی خوانده میشه؟ شرح عقاید نسفی، شرح عقاید کتاب متکلمین که الله را توصیف کرده نه جسم است، نه بعض است، نه طول داره، نه عرض داره. در قرآن اینطور نامده. در قرآن صفات سلبی الله لیس کمثله شیء. سبحان الله، الله از هر قسم عیب و نقصان چیز صفات ثبوتی را برای الله ثابت کرده. در کلی اونمو کتاب شرح عقاید نسفی بزنه، غیر در مورد صحابه یک چیزی بیان خوب داره، دیگه هیچ جای بیان خوب نداره. صفات چی میگه؟ صفات الله لا عینه ولا غیره. صفات الله نه عین است نه غیر است. خلاص عجیب گپا زده. یک کلی مدارسشان اینی عقیده تحوی که از خودی احناف است، اینا نمیخوانن. چرا نمیخوانن؟ مطابق مذاقشان نیست، مطابق هوا و خواهششان نیست. چرا؟ در اینجا گفته که الرحمن علی العرش استوى، الله سر در کجاست؟ در عرش است گفته. او یا خو عقیدهشان است که الله در عرش نیست، میگه الله در جای است به اعتبار ذات. یا این عقیده مخالفشان است یا را خورد میکنه. از او خاطر ما فهمیدیم که دیگه توری مناظره نمیشه. مردم ها را روان کردن سفیدا را، برش گفتیم خو ضمانت میکنی؟ همین ذمه‌واری از دیگه پا میکنی؟ گفت سر ما آمده که در منطقه شماست، بس شما ضمانت کنید ما قطعش میشینیم. در رمضان نمیشینیم، ما ترجمه داریم، مصروف هستیم. اول جمعه که بعد از عید میشینیم، موضوع را تعیین میکنیم، وقت انتخاب میکنیم، کلی رسانه ها را ثالث هم مگپا را مقرر میکنیم، ضمانت میکنیم که هر کس باید اگر چی اینمی قسم فیصله قطعا خوب نیست. چرا؟ من خو حق هستم الحمدلله، به هیچ وجه در راه باطل نمیرم، لیکن به خاطر تبکیتی از و به خاطر از اینکه وا دیگه ملامت شه، ما گفتم هر کس که مغلوب شد مسلک خدا چی کنه؟ اعلان کنه. خلاص اعلان کنه، آماده شه به یک پس بعد مناظره قطعش میکنه. اینطوری ما وقتی خود ضایع نمیکنه که قطعی هر کس عالم بیاره، یک لا اقل عبارت خوانده نمیتونه. قطعی یکیش ما نشسته بودیم، فرق در بین اخبرنا و اخبرنا نمیتونست. اخبرنا گفت، اخبرنا ما را خبر داده یک راوی دیگر، اخبرنا ما خبر دادیم. چه فرق است؟ او بیچاره تا او وقت اخبرنا و اخبرنا را فرق نمی‌کرد. ما قطعی مناظره میکردیم، پشیمان شده بودیم که چرا قطعی مناظره میکنیم. این بیچاره تا لیدی قدر گپ یاد نداره. گپ دوسته که پیغمبر علیه السلام الله متعال میفرماید تسلی میده. یهود تنگ نظر است، متعصب است، ضد داره، ضد. کسی که ضدی باشه او رای حق قطعا پیدا نمیتونه. چرا؟ در تقریر تو در ترجمه تو که بشینه یعنی قدر دلش گفت کرده، اما گپ میشنوه که سری از او بد میخوره، دیگه گپای خوب نمیشنوه، او را غلط میشنوه. در یک جمعه یک نفر بچه یک پیر صاحب آمده بود، دیدم میرای مرا گرفت، والا ما آمده بودم، گفت اینا مولوی صاحب سیکو من این قدر خوب آدم بودم، لیکن توی طور گپا زدی. چی رقم گپا زدم؟ گپا را که برای من گفت، من گپا را نگفته بودم. چقدر خوب من گفتم بچه آقا اگر همی گپا گفته بودم بالکل من ملامت، هر چیزی ناغه که سرم میمون. اگر نگفته بودم باز چی طور است؟ متردد شد بیچاره.
ما گفتم سعی کنی بچه آقا تو آمدی لیکن به دلی خیلی صفا نامدی که گپا را خواب میشنیدی. تو آمدی متوجه بودی که اولی کدام گپا میزنه که من بخیزم او خیستیام. اینطور نکن. آدم در یک جای هر سخنه متعصب نباش، سخن باطلی کسی را بشنو، موازنه کن، ارزیابی کن. الله برات عقل و هوش داده. الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. این صفت مؤمن است. مؤمن باید گپا را بشنوه، بس تا بداری احسنش بکنه. یهود عناد و ضد داره، مشکل تراشی برای تو ایجاد میکنه، تو غم ازیره نکن. از او خاطر از این مردمای عنادی که هر چی میگه هیچ پروایش نکن، دعوتی تا ادامه بده. پیغمبر علیه السلام گپای از وا مانع دعوتت نشوه که تو در فکر و غم از یا شوی او دعوت باقی ممانه. از امو خاطر ما کیا هر قدر چیخ میزنه فریاد میکنه پشتر میکشه ورق توضیح میکنه، ما خدا میگیم هیچ خبر نداریم کی چی میگه. ما بیان حق میکنیم، خود به خود گسترش پیدا میکنه. تو که یک پارچه هم نکشیدیم الحمدلله تعالی را که یک پارچه را کشیده باشیم، وگرنه فتوای متفقه علمای پاکستان بالای کفری است. برای چیست؟ با کفری است وجود داره، رسالش موجود است. همیاری ما میتونیم امو را چاپ کنیم و در مردم توضیح کنیم؟ نه، ضرورت نداریم، ضرورت به اون نداریم. گپ مسیری ما معلوم است، منهج ما معلوم است، بیان میکنیم. این درس است برای ما که خدا وقتی خدا در این طور مردم ضایع نسازه. بان که چیخ بزنه. بعضی دوستای ما در یک جای فول میزنه، دیستی آماده به مناظره میشه. بگو نه بیادر من قطعت مناظره ندارم. تو مناظره نمیفهمی، تو قناعت نمیکنی که نمیکنی. ما وقتی خدا چرا ضایع کنم؟ من بان که یک روز 4 نفر شاگردای خدا چی بکنم؟ بگوی درس بگویم. مرا وقتی خدا قیتو ضایع نمیکنم. بیهوده. یهود امیر رقم بودن، از دستی سخت دشمنی که با پیغمبر داشت مشکل تراشی میکردن. برای پیغمبر انواع گپا را ایجاد میکرد. چرا؟ منظورشان از این گپا ای بود که به مردم وانمود کنه که سیکو پیغمبر توانمندی چیزی که ما مطالبه داریم نداره. ما میگیم که از بالا یک کتاب سند نبوتی تا بالای ما بیار، این آورده نتونستی. لیکن گپیشان اینطور نیست. بعد از او چی میگم؟ فقالوا ارنا الله جهرة فاخذتهم الصاعقه. صاعقه گرفت، چیزی هیبتناکه. هر چیزی هیبتناکی که به سبب از او انسان مضطرب و پریشان میشه و بس اوقات میموره، او را صاعقه میگه. او صاعقه گاهی با آواز میباشه، گاهی با زلزله میباشه، گاهی با پایین شدن آتش میباشه. چرا؟ زمانی که چیزای مثبت و منفی با هم تصادم میکنه جرقص میکنه. صاعقه هم طور است. امی حالت آمد. آلی یا مردن یا نه که بیهوش شدن. مفسرین دو نظر داره. یک تعداد میگه بیهوش شدن، یک تعداد میگه مردن. اگر مرده باشم پس موسی علیه السلام دعا کرده به طریق معجزه زنده شده. چرا موسی علیه السلام به الله دعا کرد یا الله مگر پس برم مانع دعوت میشه؟ چرا؟ مردم مرا متهم میکنه که بردی کشتیشان، حالی پس آمدی برای ما دعوت دین نمیدی. از او خاطر الله تو یارا پس زنده کن. پس زنده شد. یا بیهوش بودن به هوش آمدن. ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات. یک بیادبی و گستاخی شد. قدم به قدم نشانه های قدرت الله را مشاهده میکنه. معجزه موسی علیه السلام با چشم سر میبینه. در میدان تی در بحر تیر شدن، عصای موسی علیه السلام دیدن، کلی گپا را دیده. بازم دیدی که گوساله پرستی را شروع کردن. علت چیست؟ یا محبت محکم قطع معنعنات سابقه داره. یک موقعی که از بریازیان میسر میشه سعی میکنی گوساله پرستی را شروع میکنه. ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم. بعد از او گرفتن گوساله را به معبودیت. من بعد ما جاءتهم البینات. پس از اینکه برشان آمده بود البینات و دلایل واضح که فرق بین معبودی حق و باطل میشد، کلی از یا برش معلوم شده بود. لیکن یا باز هم اونم کار میکرد. امروز مسلمانای ما چقدر است؟ امیال کلی مردم فهمیده که نوروز غلط است، کلی مردم فهمیده که اینمی بدعت است که ما میکنیم، لیکن باز هم کار چی میکنه؟ اعلان نمیکنه. کرده رایست. چرا؟ ضد داره. چی داره؟ ضد داره، عناد داره. امی سخنه که تو گفتی، امی سخنی حقی تو را نمیپذیره. فعفونا عن ذلك. الله میگه ما عفو کردیم از این و آتینا موسی. خیر چطور با این ضدیت و تعصب چطور پیروی موسی علیه السلام میکرد؟ پیروی از او را مطور مفتکایی نمیکرد. الله در موسی علیه السلام تو رعب داده بود، حجت ظاهر داده بود که میدیدن. دیگه بعض منافق صفت ها هم میتونه است. مولا را که میبینن
خب مبتدی می باشه اینطور موحد جور میشه که فرزان نکن. چرا؟ امی رعبی از او سری از او میفته. موسی علیه السلام تو رعب داشت، سر فرعون هم تو رعب داشت. خب که به مجردی میگه در پالی تختی فرعون میرسی، فرعون زیر پایین میشود، نشسته نمیتونه سری تخت. مفسرین نوشته میکنه که پیشاب میگرفت، میدوید طرفی تشناب. این ترس بود. الله متعالی رعب در موسی علیه السلام داده بود. و آتینا موسی، ما داده بودیم به موسی علیه السلام سلطانا غلبه و رعب، حجت مبینا آشکارا. از او خاطری مردم گپایش میپذیرفت بعضی گپایش. و رفعنا فوقهم الطور، بالا کرده بودیم بالایشان کوه طور، بمیثاقهم، به سبب وعده محکمشان. ما گفته بودیم که تورات دادیم این از شما تدریس و تعلیم کنی و عمل بکنی، با قوت عملی را محکم بگیره. لیکن این مردم تورات پشتی سری خودم داد.